با هم بیا تا طرز درست کردن 4 مدل نوشیدنی ماچا رو بهت آموزش بدم. واسه شروع طبق معمول همیشه اول ویسکمون رو میذاریم توی آب جوش تا چوبش نرم بشه. بعد پودر ماچا رو میریزیم توی صافی و از صافی ردش میکنیم و بهش آب ولرم با دمای 70 تا 75 درجه سانتیگراد اضافه میکنیم و ماچامون رو با ویسک ماچا حل میکنیم. الان ترکیبمون آماده. اگر به این ترکیبمون آب ولرم اضافه کنیم بهش میگن چای ماچا. اگر شیر رو گرم کنیم و این ترکیب رو بهش اضافه کنیم بهش میگن ماچا لته که میتونین از هر مدل شیری که دوست دارین استفاده کنین. حالا اگر به ترکیب آب و یخ چای ماچامون رو اضافه کنیم بهش میگن آیس ماچا که واسه کسایی که لبنیات دوست ندارن میتونن این ترکیب رو استفاده کنن. و آخریش هم اگر به ترکیب شیر و یخ چای ماچامون رو اضافه کنیم بهش میگن آیس ماچا لته که جزو پرطرفدارترین نوشیدنی هاست. شما هم واسم تو کامنت ها بنویسید کدوم یکی از این نوشیدنی ماچا رو دوست دارین.